سلام عزیز دلم. یادت در پست‌های قبل درباره اهمیت رها کردن آرزوها صحبت کردیم؟ حالا با هم میخوایم به درخت آرزوها سر بزنیم که پرنده‌های خوشگل و سفید روی شاخه‌ها منتظر ما هستن. با من یه نفس عمیق بکش و چشماتو ببند. آروم آروم یه آرزوی کوچولو از قلبت میاد بالا، یه آرزویی که خیلی برات مهمه. نگاه کن، پرنده کوچولو داره میاد سمت ما. حالا نشسته رو دستای خوشگلت. آرزوتو آروم بهش بگو. حالا دستتو باز کن، بذار پرواز کنه بالا و بالاتر. یادت نره به نوریاک برگردی.